نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. راوی: مینا عباسی. بخش دوم. دیروز بی اندازه افسرده بودم. سخن مرا در این باره که میتوانم از بینت ببرم و تو حتی به این پی نخواهی برد که کار من خطا بوده است یا خیر، باید ببخشی و فراموش کنی. این صحبتی بود و بس. در انتخاب من تغییری پیش نیامده، حتی اگر در اطراف من پیش آمد. غیر منتظره اتفاق افتاد. امشب دستگیرم شد که خبر خوشی به او ندادم. ابتدا سکوت عمیقی پیش آمد، درست مثل اینکه تماس قطع شده باشد. بعد صدای گرفته‌ای را شنیدم که با لکنت میگفت چقدر لازم داری؟ و تند شد. من از پول حرف میزنم. و جوابش گفتم کدام پول؟ پول برای رها شدن از شرش؟ چطور نمیفهمی؟ بله، او واقعا گفت رها شدن از شرش. درست مثل